تو این زنی تو بچه زویده نمیتواند. اینا خودی پگاه بودن کردن در کار. فهمیدی؟ با ما لازم نیست. خودی پگاه بردن تازه کردن در کار. بود کاره دوچه جان. ها انا همین گپی ما رو تاخیر گوش کرده امیدوارم خفه نمیشوید. من هیچ وقت نمیتوانم در زندگی تو با ما بچه زایده میتی؟ تو چی بچه من اینقدر تایی پا کرده گرفتی؟ برای همین 3 دختر تولد کردگی؟ فروخی نعمت زمان بابای چی شد دفته؟ هیچ نیست. همش خوب. عصبی میتوبی؟ نه همش خوب. انیق؟ انیق. دکتر رفته اومدی؟ بله. لیلی مجنون نبی؟ فرهاد و شیرین نبی؟ چق چقاشونه؟ نفهمیدم نشنیدم نگوید. میخواهید که صاحبی پول شوید. میخواهید که مشکلات همه روزه خود را حل سازید. پس در رقم های در زیر بوده نویسید. زودتر همگی 8 نفر کارمند لازم است و خلاص. فرقش نیست دانشجو هستی تا بزرگ هستی. برای تو کار اگر مهم باشد در رقم های در زیر بوده نویس. 200 سومونی در دوام روز، در دوام ماه تا 10,000 سومونی به دست میبری. یگان جای فند و فریبش نیست. تنها به خودت باور کن صاحبی پول شو. رفتیم. تنجوخی؟ تنجیو خلاصه همین که با فرزندار میشه. فرزندار میشه؟ بله. بینیوت خوب این خبری خوش است. ما از تو بولیزم این ندارم. میگوی که با این پسر زایده داده باشد قطعی همیست 3 دختر زایدگیش دوران شبی. اگر شما راضی باشید این فرزندمون رو تازه کنیم. چی؟ تو مگر دیوانه شدی؟ آخه حالا این خورد است که این فکرهای خام و خطا رو از سرت دور کن. شنوی دیگه پی مرا. ای دیگه مردن میگوی که های دف میکرده یک زنی بچه زای میگیری. باز خوبتر است در باری جونی پدر یک دهی دیگر زیاد میشود. ای اینا بی بگم زنیش اوه چای سست بوده است. کلی؟ کلی؟ بابای خواهد جان شوهرت رفت؟ رفتم. جبی بابای خواهد جان دینه کجا رفتی؟ بله سر رفتم خواهد جان. بله سر رفتی. بله. برای چی رفتی؟ خواهد جان. چی خواهد جان برای چی رفتی؟ شما باز نویره دور میشه. باز نویره دور میشم؟ نه تو منو کشتنی؟ نه تو یک گرک فکر میکنی عقل و تمیز داری؟ آخه 3 کودک خورد روی هم تولد کردی، روی شیر تولد کردی، فکر نمیکنی باید که کارون میکنن؟ ای کاش که با تو بچه‌زای باشی 3 دختر برای من تولد کردی. چی در کنه 3 دختر تولد کردگی تو با من؟ نه تو با من بچه زایده میتی؟ تو چی بچه من اینقدر تایی پا کرده گرفتی؟ برای همین 3 دختر تولد کردگی؟ دیگه کلینای مردم باری که با من پسر زایده دادی؟ یا میراث خوری پسری من زیاد کردی؟ دزدی خانه پسری من بسیار کردی که مال و ملکی پسری من دزدیده بار کرده گرفته خسته مونده رود. یک بار با افتون آمدد نگاه کن. این حالی نو این کودک 9 8 ماه تو شرم و حیای میدونی؟ و ما هم شوهر داشتیم تا کودک ما 3 ساله نمیشد تولد نمیکردیم. تا عقل کودک ما که نمیدر آمد تولد نمیکردیم. روی شید همه کودک های دیلت میسوزند یا که نه؟ اینجا ته با من اینجا ته کودک دامن کاش که تو یک اینا بابا من گرد یاد میدید اینا کودکی بیچاره 8 ماه من جان نداره کودک جان نداره این کودکی بیچاره. رنگ و نمودی خودت تبار بین
من بیزارم هم کودکی میکردگی تو فهمیدی؟ با دختر گفت آخی ها؟ نه با دختر گفت شب تا سهر این کودک خواب نمیکنن فقط گریه میکنه این بین مهگیر من با دخترت زنگ زدم گفت دخترت که با دختر برامد تشخیصش تو بچه زایده نمیتونی فهمیدی؟ تو بچه زایده نمیتونی خودی امروز حل کن تازه کرده پرتا گم شما نظرم من در کار دختر زایی تو خانه من پوری دختر نکن کدوم افتون آمده تو بچه میزوی اولش که گفتن که وقتی همون کلین خوش کنی بندی پای دختر را نگاه کن ما هم رفتیم و همین یک گفتی گفت که از معرکه بیرون کلین قدیم آوردیم آخه یک بار رفتی نمیگوی که یک بار چجون خیلی الو؟ لا بچه جان ها بچه جان رفتی رسیدی؟ او شکری خداوند بچه جان اگر آمدی کو از کار؟ کی میبیوی از کار؟ بگو بچه جان تنجی بچه جان تنجی همه گفتم از کار آمدی کو همه یک بار اول ما نبین مایلش بچه جان یکون چی در کار باشه گرفته بیارم نه هیچی در کار نه همه چی هست همه خودت فقط در کاری مایلش بچه جان خوب بچه جان یک گیلوچ کرده اینه بردن کردن در کار که با یک تی دیگه تولد میکنن اینش هم دردی سری من میشه بیزوش نمه گواره جمعون رو گیری کردی نیوچه ای سالا گیوچه خیلی چکو کنیم تقدیرمون همه یک ده بچه جان بی جانون یک بور شگرانه نمیکنه که برنگ تو یک دختره که خوشلو با دنیا میبیویه شگرانه با دماد میکنه از الان باشه سیرتا دخترک دولوا سایما گو آقل فرزانه گوه به خود دی اوچا جون لبای السلام علیکم و علیکم السلام لبای بچه جون زنگ زدید که گپی فوری دارم دویده آمدم خوش آمدی خوب کردی بچه جون گوش کمانم دو گوشم طرف شما گوش میکنم میدونی زنه دیروز دکتر رفت بله میدانی که حامله دار است میدانی که دکتر چی گفت میدونم میدانی که با دختر دارد بسیار خوب با ما چی لازم فروخ جان او سه دختر داری او همین چهارمش چی در کن باز یک دختر دیگه میزوید این زنی تو بچه زویده نمیتواند اینه خودی پگاه بودن کردن در کار فهمیدی؟ با ما لازم نیست خودی پگاه بردن تازه کردن در کار بود کاره دوچه جان ها انا همین گپی ما رو تاخیر گوش کرده امیدوارم خفه نمیشوید من هیچ وقت نمیتوانم در زندگی کاری رو که خداوند به سر من آورده است مقابل اون کار حرکت کنم شما نیز 4 دختر بودید در اویله مثل مرد کار کردید بسا دختر که صاحب تاج گردد به نزدش 100 جوان محتاج گردد گفتن آجا جان از همه جای اساسی اش رو میگویم فراموش نکنید میدونید این گفته های شما غضب خداوند رو میآورند من نمیتوانم مقابل قانون خداوند حرکت کنم آجا جان بیکن شکرانه ها بر ذاتی دختر بیرزد بر سرایان نوری اختر با همت قدری دختر رو بدانی خدا روزی بود از تو برادر با همت قدری دختر رو بدانی خدا راضی بود از تو برادر
دوست و برادر